سلام دوستان عزیزم، به خونه ما خوش اومدید. امروز میخوام ماهی کباب درست کنم، اونم کنار رودخونه. اول رفتیم طرح پرورش ماهی که بالای خونه است. یه ماهی قزل‌آلای چاق و چله گرفتیم که برای کباب خیلی خوشمزه است. ماهی رو که گرفتیم برگشتیم خونه، وسایلمون رو برداریم و بریم کنار رودخونه. اومدم چند تا نون تیری نرم زدم، گذاشتم نرم شدم، بعد دسته کردم که با خودمون ببریم. نون تیری با همه غذا خوشمزه است، مثلا خالی خالی هم بخوری خیلی خوشمزه است. اگر دیگه با ماهی کباب باشه که وا ویلا. البته گفتم بذارین سبزی ها رو بشورم بعد بریم دیگه، اینجا شسته آماده باشم بهتره. خب دیگه وسایل رو جمع کردیم که بریم. خیلی هوا گرمه. از سال قبلی هوا چند درجه گرمتر شده و خیلی اذیت میکنه. شدت گرماش زیاده واقعا. حالا عصر و شب خوب میشه یکم، ولی روزا خیلی گرمه. اینجا یه دونه زردآلو از درخت همسایه چیدم ببینم اینم مریضی یا نه، چون که درخت زردآلوی ما مریض شد و همه زردآلوهاش چرم زده بودن، نشد حتی یه دونشو بخوریم، حیف شد. خیلی زردآلوهاش خوشمزه بود. رسیدیم به رودخونه، اینقدر باد خنک می اومد، یه فضای خیلی خنکی به آدم کیف میکرد. اینجا دیگه اومدم بساط ماهی کباب رو آماده کنم. اول میخوام پیاز رنده بزنم، آبشو بگیرم که با زعفرون و آب لیمو و چند قاشق روغن مخلوط کنم. موقع کباب کردن ماهی بهش بمالم که خوش عطر و طعم بشه. اونورم که آریا و نیکان گلپسرای من برای خودشون بازی میکردن، آبتنی میکردن و خیلی بهشون خوش میگذشت.
به آب پیاز زعفرون و روغن و آب لیمو اضافه کردم. برای ماهیم زردچوبه و نمک و فلفل سیاه قاطی کردم و بهش پاشیدم و توی توری گذاشتم روی زغال تا قشنگ مخصوص بشه و بپزه. راستی یه سوال، شما ماهی رو از کدوم طرف میذارین روی زغال؟ خیلی ها میگن که با از طرف گوشت میذاشتیم روی زغال، ولی من اشتباه کردم و از طرف پوست گذاشتم. ولی با این حالم پوستش خوب در اومد و ماهی خیلی قشنگ برشته شد و مشکلی نداشت. حالا از نظر شما از کدوم طرف با بذاریم؟ اینم همون آب پیاز و زعفرون و آب لیمو و روغنه که با هم قاطی کردم و حین پخت هی به ماهی میزنم که خوشمزه بشه. نگاه کنید اینجا پوستش خیلی قشنگ کنده شد. اینم ماهی کباب خوشمزه ما که فوق‌العاده شده بود. جاتون سبز باشید دوستای عزیزم. این گلا هم گلای تمشک وحشی که خیلی خوشمزن و باهاشون مربا درست میکنین. حالا وقتی که برسن باهاشون با هم دیگه مربا درست میکنین. خب دیگه بریم خونه. به ما که خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما لذت برده باشین از دیدنش.